السلام علیکم دوستان عزیز. من باره همراه دکتر طاهری وقتی که در آسایشگاه خودشون بودم در دهه خودشون بنیاد یافته است، از یک دو سه همسالی که ما با هم در یک مکتب می‌خواندیم، پرسیدم که شما دکتر طاهری را میشناسه؟ گفتم که البته میشناسم، دکتر طاهری رفیق ما. خیلی دکتر طاهری چیکار کرد؟ یک سناتوری ساخت، دختری زور خیلی چی می‌کنید؟ من گفتم که شما دکتر طاهری را نمیشناسید. و کدام معنی؟ آن فعالیتی که دکتر طاهری از بعد از ختم دانشگاه طبی شهر دوشنبه قنامی ابوعلی سینا کرده است، بسیار کسان نمیتونند. بنابراین در من یک ایده آمد که همین در یک کتاب که با نام دکتر طاهری را بشناسید همین معرفی نمایم. اونجا چیزی بسیار نیست. اونجا یک مقاله است که فعالیتی همین آدم را فرا میگیرد، من نوشتم، لیکن در اونجا اساسا جایزه های این آدم که این دکتر طاهری زیاده از 200 سرتیفیکات و دیپلم های بین الخلقی دارد. این قدر حجت هایی که در دوام تکمیل علم نمیده است. بغیر از که دانشگاه طبی را ختم نمودن، اینکه تکمیل علم در یک جا نایستادند. چندین اکادمی ها، چندین کورس های آموزشی سطح بلندی بین الخلقی را به اتمام رسانیده دانشی طبی خود را منتظم تکمیل دادند و فعالیت خود را هم تغییر یافتند. اگر این کس در وقتش دکتری بیماری های داخلی باشم نارنی نکنه، من باید نیستم، طبیعی نیستم، با این خنال نکرده و همچون دکتری روشناس، همچون دکتری گیاهشناس، هم بغیر این چندین کتاب های علمی، بغیر اینکه این کس طبیب هستند، این کس حبیب هستند، این کس شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگاری با مهارت و عالم توانا هستند. زیاده از 50 کتاب های علمی آموزشی دارند. دو نهاد بزرگ را راهبری میکنند. یکی اساسیاسی مردمی اساسیاسی خلقی مردمی طبیبان خلقی، دیگری یک نزدیک 5 سال شد اتفاق بین المللی نویسندگان طبیبان و راهبری دارند. تأسیس دهنده چندین ژورنال مجله هستند. اولین مرتبه مجله شفا که حاضر در اختیار وزارت تندرستی است، روزنامه درد و درمان و دوام آن روزنامه هفته‌وار سالمی و دراز عمری است که در آن مسائل های طبی نیازی مردم انتشار می‌یابد تا مردم با راه گیاهشناسی خود را تبابت کنند. چنانچه اینکه یک شعار دارم، میگم که جید استولد نبالیه، یعنی که 100 سال عمر بیند کسل نشده با کدام را انگاز خودشان گفتند راهاشان. بنابراین ما با دکتر طاهری عمر دراز چنانی که خودشان گفتند 100 سال کسل نشده بیمان نشده عمر بینه و این کس برای کار میخواهیم. اگر هر طبیب که زنده ما با چندین مردم دیگر را زنده نگاه میدارد. سلام علیکم.